توی یکی از محله‌های پایین شهر 2 جوون بودن به اسم علی و نرگس. علی و نرگس با هم فامیل بودن و از بچگی عاشق هم بودن و دوست داشتن با هم ازدواج کنن. اما بالاخره با حرفای نرگس قبول کرد. اگه تجربه‌ای دارید که فکر می‌کنین برای مخاطبای شهر قصه جذابه، میتونین به آدرسی که در دیسکریپشن هست ارسال کنید. سلام، خیلی خوش اومدین به شهر قصه. بریم با هم داستان امروز رو بشنویم. موفقیت علی و نرگس. جلسه کارآفرینان موفق، 7 تیر ماه، هتل اسپیناس. ممنونم از شما که اینجا حضور دارین. منم میخوام داستان یه زوج کارآفرین رو برای شما تعریف کنم که سالهای سال از نزدیک باهاشون در ارتباط بودم و فکر میکنم که داستان جذابی باشه. توی یکی از محله‌های پایین شهر 2 جوون بودن به اسم علی و نرگس. علی و نرگس با هم فامیل بودن و از بچگی عاشق هم بودن و دوست داشتن با هم ازدواج کنن. خانواده هاشون ولی خیلی مشکلات مالی داشتن. برای همین علی و نرگس وقتی 17-18 سالشون میشه میرن سر کار. علی پسر زحمت کشی بود واقعا. از صبح تا شب سر کار بود. اون شاگرد یک کارگاه تولید ظروف سفال بود. نرگس هم دختر زبر و زرنگ و پر انرژی بود و توی یه تولیدی لباس بچه اول به عنوان شاگرد کارشو شروع کرد و بعد که دیدن خوش سر و زبونه بازاریابی تلفنی رو بهش دادن. علی و نرگس خیلی کار کردن تا بتونن برای شروع یه خونه کوچیک و یه مراسم ساده بگیرن و برن سر خونه و زندگیشون. بالاخره تونستن با هم ازدواج کنن. علی حالا برای خودش استادکار شده بود. بعد از ازدواج 1-2 سال دیگه هم علی و نرگس برای دیگران کار کردن تا اینکه نرگس به علی پیشنهاد راه اندازی یک کارگاه تولید ظروف و وسایل دستسازو داد. علی اولش موافق نبود. راستم میگفت جور کردن سرمایه اولیه و راه اندازی یک کارگاه و هزینه‌های یک کسب و کار به این راحتی نبود. اما بالاخره با حرفای نرگس قبول کرد. اونا بعد از قرض از فک و فامیل و گرفتن وام تونستن اولین کارگاهشون رو که یه سالن کوچیک نزدیک خونشون بود و راه اندازی کنن. علی که چند سال این کار رو انجام داده بود خوب میدونست که از کجا مواد اولیه بگیره، مشتری از چه کارایی خوشش میاد، کجا بفروشن و کلی زیر و بم دیگه. اوایل علی علاوه بر کار کردن به نرگس هم کارو یاد میداد و همین که چجوری و کجا میشه فروخت. نرگس هم شروع به بازاریابی کرد. علی وسایل رو می ساخت و نرگس براشون مشتری پیدا می کرد. علی سفارش ها رو روی سبد ترک موتور می بست و می رفت تحویل می داد. علی بیشتر از قبل کار می کرد و یه جاهای دیگه شب خونه نمی رفتن و گوشه سالن پت و پهن می کردن و می خوابیدن. 2-3 سالی گذشت. خیلی از مشتری ها مغازه دارایی بودن که ظروف و وسایل آشپزخونه می فروختن. بعضیاشون هم خانواده‌ای بودن که دوست داشتن لوازمشون دستساز و خاص باشه. علی و نرگس کم کم قرض و وامشون رو صاف کردن و بعد تو فکر گسترش کار بودن. اول شروع کردن به جابجایی سالن و یه جای بزرگتر اجاره کردن و بعد کارگر استخدام کردن. موتور رو فروختن و یه وانت گرفتن که راحت تر بتونن محصول رو به مشتری برسونن. علی و نرگس روز و شب نمیشناختن و مدام کار میکردن. اون بیخوابی و کار زیاد، البته به اضافه خسته نشدن و بازاریابی خوب و ایده هایی که 2 نفری داشتن باعث شد چند سال بعدش اونا تبدیل به یک برند بشن. قطعاً به این راحتی نبود. چالش های کاری زیادی داشتن و حتی یه جایی تا مرز ورشکستگی رفتن، اما ایده و تلاششون کمکشون میکرد. اونا برعکس خیلی از رقباشون که سنتی کار میکردن هر راهی که جدید بود رو امتحان میکردن. یکی از نقاط عطف کارشون جایی بود که به یه نمایشگاه بزرگ صنایع دستی تو تهران رفتن. این نمایشگاه فرصتی بود تا محصولاتو به مشتریان جدید و بازارهای بزرگتر معرفی کنن. اونا بهترین محصولایی که ساخته بودن رو گلچین کردن و بردن نمایشگاه. نظر خیلی ها رو جلب کرد و سفارش‌های زیادی گرفتن و این انگیزه‌شون رو بیشتر کرد.
علی و نرگس کارگاه دومشون رو تو محل قدیمی خودشون راه انداختن تا بچه محلای خودشون همین راهو ادامه بدن. مرسی که این فرصت رو بهم دادین. این قصه من و علی بود. عزیزای دلم، ممنونم که تا اینجا یه قصه رو گوش کردین. این یکی از داستانهای واقعی یک زوج بود که تونسته بودن با همه مشکلات روی پای خودشون وایسن. حتما خیلی از ما نمونه این آدمهای جذاب رو دیدیم. امیدوارم شما هم در اون زمینه‌ای که دارین تلاش میکنین موفق باشین. اگه تجربه‌ای دارید که فکر میکنین برای مخاطبای شهر قصه جذابه، میتونین به آدرسی که در دیسکریپشن هست ارسال کنید.